مقاله بنده عنوانش هست حکیم دینی یا حکیم اخلاقی، بررسی جایگاه اخلاق و دین در اندیشه و منظومه فکری حکیم نظامی گنجی. انگشت شمار اند افرادی که در طول هزاران سال خدمت شعر فارسی نام حکیم را بر کنار نام خود می‌بینند. هر کسی را از گذشته‌های دور تا به امروز حکیم نمی‌گویند. حافظ را حکیم نمی‌دانیم، سعدی را حکیم نمی‌دانیم، ولی فردوسی را حکیم می‌دانیم، سنایی را حکیم می‌دانیم، عمر خیام، ملا محمد فضولی و اوحدی مراغه‌ای رو. بر این حکیمان یک حکیمی هست که امروز همه ما گرد شمع وجود او جمع شدیم، حکیم نظامی گنجی. بنده از شهری میام که از 7 پیکر گفتن آقا و خانم دکتر در مورد رنگ ها صحبت کردن. بنده از شهری میام که این 7 پیکر رو جناب نظامی همش رو تقدیم اون شهر کرده، از شهر مراغه که به پادشاه شرپرسنا این کتابش رو جناب نظامی تقدیم کرده است. چرا به او حکیم میگویند؟ حکیم راهکار میداند، حکیم درمان میکند، حکیم پادزهر است. اربابان هنر و صاحبان ادب به نوعی از ادبیات دست یافتند، ادبیاتی که اخلاق محور است و نام اون رو ادبیات تعلیمی گذاشتند. آستابش یک چیز است، آخرت سخن گفتن. خیلی از شعرهایی که اسامیشان رو در محضرتان خواندم از شعرهای مختلف مضامین اخلاقی هم سرودند و مطالب مختلفی دارند. شعر صوفیانه فارسی و دواوین مختلف 1000 ساله شعر فارسی از حدیقه سنایی تا بوستان و مثنوی و جام جم اوحدی همه با خرد سخن گفتند. در بسیاری از موارد مرز عرفان و اخلاق از مو هم باریکتر است. به گفته دکتر بهروز ثروتیان در عصر بهرام شاه ابن مسعود غزنوی همزمان، خیلی عجیب است، همزمان 2 عارف و 2 شاعر زاده می شوند بدون اینکه از یکدیگر اطلاعی داشته باشند و از دنیا هم می روند. یکی از این شاعران عطار است، پیرو مکتب اصالت اندیشه، شاعری رمزگو. در عظمتش یک بیت کافی است. عطار روح بود و سنایی 2 چشم او، ما ز پی سنایی و عطار آمدیم. دیگری این نابغه دوران که امروز باز ما رو در شمع وجودش جمع کرده، حکیم نظامی گنجی هست، شاعر داستانسرای و برخلاف زاده دیگر پیرو مکتب هنر. خودش اعتراف می‌کند شعر به من صومعه بنیاد شد، شاعری از مصطبه آزاد شد، سرخ گلی غنچه مثالم هنوز، منتظر باد شمالم هنوز. عجیب اینجاست که جناب عطار علی‌رغم این که به احتمال زیاد همدیگر را ندیده‌اند در بیت 28 الهی نامه بیتی عجیب آورده است. تعالی الله یکی بی مثل مانند، که خوانندت خداوندان خداوند. نظامی هم در آغاز خسرو شیرین بیتی عجیب دارد. تعالی الله یکی بی مثل مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. همین حکیم گنجه نظامی در نخستین بخش خود مخزن الاسرار از زهد و اخلاق و عرفان و دین می سراید. نظامی خودش را این گونه وصف می کند: نظامی اکدشی خلوت نشین است، که نیمی سرکه نیمی انگبین است. ز طبع تر گشاده چشمه نوش، به زهد خشک بسته بار بر دوش. همین مکتب خاص نظامی است که خیلی ها رو دنبال روی خودش کرده، از امیر خسرو دهلوی در مطلع الانوار تا عماد فقیه کرمانی در مونس الابرار، از اشرف مراغه‌ای در منهج الابرار، از عبدالرحمن جامی در تحفة الاحرار تا عرفی شیرازی در مجمع الافکار. همه اینها مقلد نظامی هستند. این کوه رو به قول جناب استاد شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ آینه خیلی از شاعران رو میتوان از ادبیات فارسی حذف کرد. به جای کریمی کاشانی ما سعدی میخوانیم، به جای رهی معیری ما سعدی داریم، ولی به جای نظامی ما شاعر نداریم. در نظامی ما 3 گونه فلسفه اخلاقی میبینیم. ماهیت اخلاقی چیست؟
اخلاق نظری و ریشه های آن چیست؟ اخلاق عملی و تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در نگاه نظامی چگونه است؟ اگر از منظر علمای علم اخلاق نگاه کنید، تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مدام. از حاج آقا عذرخواهی می‌کنم جناب آقای عزیزی که من هم بیتی از امام حسین ندیدم در کل آثار نظامی. اگر از منظر علمای اسلام نگاه کنیم، تخلیه، تحلیه و تجلیه رو کاملا در شیوه زهد سرای نظامی می‌بینیم. شاید در اکثر دیباچه‌ها استمداد از خدا و رسولش دارد. به جای امام حسین از پیامبر استمداد کرده است. خداوند را در توفیق بگشای، نظامی را ره تحقیق بنما. یکیشون بیت استاد عزیزم خوندن: خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. اخلاق و زندگی را آنگونه که هست نمیپذیرند، آنگونه که باید باشد میپذیرند. به واقع در یک بیت نظامی میگوید: زهد نظامی که ترازی خوش است، زبرنشین قلم زرکش است. زهد همونطوری که استاد بزرگوارم آقای دکتر کوشش فرمودن، کاش وقت منم بعد می‌داشتم خودشون صحبت می‌کردن، اسم معنی هست و فقط یک بار در قرآن آمده. جمع سوره حدید آیه 20: کانوا فیه من الزاهدین. انسان اخلاقی در نگاه نظامی پایان بحثم باشه. نظامی هم مثل همه عرفا و علما به یک چیز معتقد است: نگویند خاکی کس آرد به دست، نه بر آب نقشی توان نیز بست. جزو کیست کس خاک آدم سرشت، بر آب این چنین نقش داند نوشت. کل کلمات این دو بیت سلسله تحول و تولد انسانی رو به تصویر میکشه. همین چهره عادی. تشکر.